سلام. من عروس امروزم خواب موندم. لیستو بده ببینم. کدوم عروسی؟ اسم چیه؟ مارال. مارال. خروجت ساعت چنده؟ 10. باریکلا ساعت 7 صبح وای عروس. ببخشید. بیاید لباس عروس رو بگیرید. ساعت 10 صبح میاد دنبال داماد. بهش بگی یه کوچولو دیرتر بیاد خیلی بهتره. اینا میتونی. عروس روژتو میزنی. این عروس سریع آماده میکنی همونی که خواب مونده. عروس سریع بیا باشه. ببین این همون عروسی که خواب مونده اینو زود آماده میکنی. وای چقدر خوب شدی عروس. ببین من آبروی این عروس رو بردم از صبح دنبالش هم میگم این همونی که خواب مونده این همونی که خواب مونده. به خدا آبرو تو بردم عروس. تاج برای عروس میاری؟ اصلا تاج دوست ندارم. الکی نگو. میخوای به سر تست کنم حالا ببینی یا خوشت میاد یا خوشت نمیاد. ممنون میشم. بذارم. خب تاج اول. نه. دوم نه یا بله. دوم. خوبه ولی نه. پس من یه توضیح بهت بدم. تو دیگه هیچ وقت تو زندگی تو هیچ مراسم دیگه نمیتونی تاج بذاری. یعنی شاید بتونی انواع اقسام لباسا رو بپوشی، مراسم‌های مختلف میکاپ شینیون بشی، ولی تاج دیگه هرگز نمیتونی بذاری. حالا الان خیلی قشنگ بود ولی من خیلی خوب. عروسی خودت، انتخاب خودته. همین جوری هم بسیار زیبا شدی. مبارکت باشه.